بلیت ارزان شده بچه، بلیت ارزان کردن. بلیت شرکت قاری فروخ ارزان کرد برای روزای 11 ایول، انا 15 ایول و 20 ایول بلیت های حج عمره را ارزان فروختنی هن. نه که فقط تا 9 ایوله، تا 9 ایول اگر بلیت گرفتی ارزان میگیری، نه که اگر این هم که گذشت بعد دیگه تمام با همون نرخی پیشینه. همه حاجی حج عمره میتونن که با واسطه ازبکستان به نرخ 11,500 سومانی روزی 15 ایول و 20 ایول هم با واسطه دوشنبه، هم با واسطه ازبکستان و هم با واسطه روسیه همه حاجی حج عمره را قبول میکنن. نه که ازبکستان به نرخ 11,500 سومانی، تاجیکستان به نرخ 14,500 سومانی و ای روسیه با نرخ 110,000 روبل روسی بلیت بران کنن و سفری حج عمره کنن. یکمین بار شرکت قاری فروخ انم خیلی عکسی خوشرو اعلان کرده حرکت کنین. برای به علاقه برآمدن به شرکت قاری فروخ به انمین واتساپ زنگ زنید. به علاقه برای مرا تیک تاک و اینستاگرام هم دارن.